بیا که امروز میخوام بهت یه قرمه سبزی آموزش بدم که یه وجب روغن روش باشه. سلام، خوش اومدید به چنل آشپزی من. تا آخرین آموزش با من همراه باش. با مواد لازممون شروع میکنیم که برای 5 نفر کافیه. سبزی قرمه، برنج 5 پیمانه، روغن، گوشت گوسفندی، قوره، لوبیای چیتی 1 پیمانه. ادویه های لازم که مقدار دقیقش رو تو دیسکریپشن براتون می نویسم. برای اینکه یه قرمه سبزی جا افتاده و لابدار داشته باشیم 3 عدد پیاز خرد شده. قابلمه رو روی حرارت میذاریم و بهش روغن اضافه میکنیم و اجازه میدیم داغ بشه. پیازامون رو به قابلمه اضافه میکنیم و تفت میدیم تا کمی سبک بشه. بعد از اینکه پیاز هامون سبک شد، گوشت گوسفندی رو بهش اضافه میکنیم. برای اینکه گوشتمون داخل خورشتمون آب نشه، کمی گوشتا رو بیشتر تفت میدیم. ادویه هامون رو هم بهش اضافه میکنیم. بعد از تفت خوردن گوشت و پیاز، سبزیامون هم بهش اضافه میکنیم و کمی تفتش میدیم. اگر مثل من از سبزی سرخ شده استفاده کردین، نیازی نیست خیلی سرخش کنید و کمی تفت دادن کافیه. لوبیاهای چیتیمون رو هم به مواد اضافه میکنیم. نکته مهم این خورش اینجاست که برای اینکه لوبیاهامون وانره، کمی با موادمون تفتش میدیم. نکته دوم این خورش اینجاست که برای اینکه یه خورشت جا افتاده بشه، در وهله اول آب زیادی رو به خورشتمون اضافه میکنیم و وقتی به جوش افتاد زیر قابلمه رو کم میکنیم و 2 تا 3 ساعت به زمان پخت میدیم. تو زمانی که خورشتمون در حال آماده شدنه، برنج رو آماده میکنیم. برنج خیس شده رو به آب در حال جوشش اضافه میکنیم. 5 دقیقه مدت زمان جوشیدن برای برنج ایرانی داخل قابلمه کافیه. برنجمون رو آبکش میکنیم و به دلخواه برای ته دیگمون از سیب زمینی یا نون استفاده میکنیم که من از سیب زمینی های حلقه شده استفاده کردم. برنجمون رو به قابلمه اضافه میکنیم و بهش 45 دقیقه زمان میدیم تا کاملا دم بکشه. بعد از دم کشیدن به دلخواه میتونیم برنجمون رو زعفرونی کنیم. حالا یه سری به خورشتمون میزنیم. نکته سوم خورشت اینه که من به جای لیمو از قوره استفاده کردم که طعم خیلی لذیذی به خورشتمون میده. اینم از یه قرمه سبزی متفاوت با چند تا نکته کلیدی. میریم برای یه دیزاین قشنگ. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل یادتون نره.